روش مکارانه طاغوت صفتان همچون سنتی الهی برای همیشه باقی ماند، سنتی که خداوند مؤمنان و مدعیان ایمان را با آن آزمایش خواهد. آقایون وهابی ها که توحیدشون رو از غیر معصوم گرفتن، اینا به این خزعبلات و مزخرفات دچار. اینها نبودن چیزی به نام دین، چیزی به نام دین اسلام برادر خواهر من امروز وجود نداشت. دین میشد دین وهابیت، دین میشد اون دینی که دیگه صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابو هریره میگن. محبت به علی، حسن و حسین با عایشه چطور جمع میشه؟ این مسئله اینجوری شما بگم ایرانی ها عادت دارن به اصحاب پیغمبر لعن میکنن و میگن همه منافق شدن، همه مرتد شدن الا سلمان و ابوبکر. این کلمات این ضد قرآن. بعضی از دوستان اهل سنت هستن که شیعه است، این فکر میکنید چون تمام خصلت‌های مذهب شیعه رو داره، همین کفایت میکنه، همین کفایت، ما بیشتر از این نمیخوایم.